آقا جان سلام. اگه میخواین تو این اینستاگرام به خانم پیشنهاد بدین، حالا برای ازدواج یا هرچی، ما از رو پروفایل بهتان یاد مدام که بفهمین چی شخصیت و اندامی داره. نگاه کنین یک عده اول خانوما این شکل قشنگ تو پروفایل میذارن. اینها خانمایی که شکلشان قشنگه ولی اندامشان این هندوانه 50-50 آدم نمیدونه بگه چی جوریه. عده دوم عده‌ای هستن که معمولا با عکسای اینجوری میذارن. اینا باز کسایی هستن که شکل ندارن ولی یک اندام بهتری دارن. عده سوم بفرمایید اونا که از دورن نقطه معلوم میرن، اینها نه شکل دارن نه اندام، از دور فقط یک نقطه میبینه این مورچه. حالا خطرناکترین قشر توی فضای مجازی اونا اگه پروفایل گل دارن، اصلا سمت اینا نرین، به احتمال 90% پدرتون خواهد بود و براتون مشکل سازه. تا آموزش های بعدی ترتوپراتی See you.